راهی مربوط به 500 فامیلی شهر کابل میشه دوستان نهایت گرامی. ما هم آمدیم امروز با 500 فامیلی کابل. دوستان عزیز کلا ما 500 فامیلی کابل زیاد ویدیو نداریم، کل کانال اگه ببینین شاید دو دانه بیشتر نباشه و دوستا هم گله می داشتن که چرا از 500 فامیلی کابل ویدیو نمیگیری. یک آمدن و منتظر هستن که یکی پیدا شه و برشار. دوستان عزیز دفعه قبل اون سرک رفتیم دیدیم که بازار بود، این دفعه میخوایم به این سرک بریم. اگر وقت ماند که میمونه انشالله اون سرک دیگه چند روز نیست، چند ماه دیگه شاید قیمتاش به شدت تغییر بخوره، حتی تا سیر 400 500 و 600 افغانی هم نظر به سیب فروخته شد. قیمت بریم دوستان عزیز پیش طرف قصابیاس کلاو پاچه روغن هر چی خواستیم هست. سلام و درود خدمت شما نازنینان، انشالله که خوب سلامت باشین. راننده موتر چقدر بلند بود. به هر صورتش دوستان عزیز خودت میبینین من در نزدیک دو ساختمان نیمه کاره هستم و همچنان یک سرک شلوغ و بیربار اون طرف هم اگر ببینین یک چهارراهی معلوم میشه دوستان عزیز. چهارراهی مربوط به 500 فامیلی شهر کابل میشه دوستان نهایت گرامی. ما هم آمدیم امروز با 500 فامیلی کابل. دوستان عزیز کلا ما 500 فامیلی کابل زیاد ویدیو نداریم، کل کانال اگه ببینین شاید دو دانه بیشتر نباشه و دوستا هم گله می داشتن که چرا از 500 فامیلی کابل ویدیو نمیگیری. یک چکر برو طرف 500 فامیلی بازارشو برامون نشان بده و ببینیم. ما در خارج هستیم، خاطرات ما تازه شوه، یک بخش بزرگ از خیرخانه است و این حرفا. گفتم که امروز بریم و 500 فامیلی کابل. این موترها دیگه دوستان از موترهای لوجستیک وزارت دفاع هستن، برش اینترنشنال میگن اگر اشتباه نکنم. دیگه پوینتر دیپوهای وزارت دفاع هست یا که به هر جا خب انتقال میتن تأمینات هستن دیگه. در این سرکار زیاد دیده میشن. خب به هر طور دوستان از موضوع بگذاریم. از پیاره و چیز اومدن چلو طرف دوستان از کلان موترها استاد کرده و راه را کمتون بند کردن و قابل رفتن نیست. اگه قابل رفتن هم باشه قابل فیلم برداری نیست. طرف هم تانگتیل 500 فامیلی رو میبینین و این ساختمان ها دوستان عزیز که تازه جور میشن ساختمان های بسیار بزرگ هستن، همچنان مسکونی و هم در پیش سرک 500 فامیلی دیگه دو دانه است، هیچ کس بزرگتر است و دیگهش بلندتر و کوچکتر است نسبت به این دوستان عزیز. این موترها دوستان عزیز خوجرواش میرن طرف یک جای مواد مخدر فکر کنم میگن چهرک است یا طرف چه قسمت یک جای است مخدر میگن اوجا میرن خوجرواش میرن یا شاید تامو طرفای پاسپورت همچنان برن موتر فروشی هم میرن. سابقی دوستان عزیز کراچی ها بود بسیار زیاد راه از اینجا بند بود. 500 فامیلی دوستان عزیز یک روبندی داره که بند بخورین دیگه خلاص هیچ بند بانین که در نیم ساعت هم خلاص نشین. روبندیش بسیار یک روبندی خراب و خطرناک است. اونا سر چاراییش هم که میبینین دوستان عزیز سر فلکه جور شده، منظور از این که مردم کارگر آمدن و منتظر هستن که یکی پیدا شه و برشار. دوستان عزیز دفعه قبل اون سرک رفتیم دیدیم که بازار بود، این دفعه میخوایم به این سرک بریم. اگر وقت ماند که میمونه انشالله اون سرک دیگه همچنان بازم میریم و بازار رو میبینیم. سیبا رو ببینیم دوستان عزیز، یعنی بغیر هم صراف هست، صرافی و میتیو دوستان عزیز افغانستان کارت موبایل الکترونیکی رو میگن که تو کارت های سابق و ورقی نیست که شمارش دایر کنین براتون بیا شماره تونه میگین مقدار پیسی تونه ارسال میشه خلاص. این سرک هم روبروی دوستان عزیز میبره یک گلایی پارک پیشتر دیگه باز همون تو طرف هتل پروان همون تو باز میره دیگه طرف سرک میدان چهارراهی اسبا یا لوجر یا چهارراهی دیگه. مشکل اسم اصلیش چی بود؟ اسم اصلیش فراموش کردم دوستان عزیز یک لحظه. خب به هر صورت اسم اصلیش شما دوستان عزیز در این کامنت ها برام این سرک دوستان عزیز زیادتر هم فروشی است و این حرفاست دیگه مقدر بیربار نداره. اما سرک بازار اصلیش اون طرف است که ما هم میخواییم
همون طرف بریم خیلی که دور بخوریم. دوستان عزیز موتر نزنیم و از سرک بگذاریم. بولانی، فلافل، غذاهای خیابانی کابل از دوستان عزیز. احسان فلافل طرف هم برگرد از ببینیم که بیادر ما تو چک زریست با مزه نوش جانش. محترم دیگبانان میرن تونس ها دوستان عزیز، یه حده دیگبانان هست. که پیاده رو تو طرفش کرده بیر بارتر بود. اینی بچه ها میرن دوستان عزیز که اونجای گلی کنند سرشان بالا و چوب هم گرفته، چیلک هم در دستشان است. منتظر هستن که این پران بفته و چورش کنن دیگه. دوباره چهار راهی یعنی هم بیربارش دوستان عزیز. ما گفتم که اینجا بسیار بیربار داره، بسیار زیاد. حالا خب فرصت هست، اگر نه بیربار اینجا به حد اندازه زیاده از دوستان عزیز. باشه موتر بگذاره نه سرک از این موترها زیاد میره دوستان عزیز. یا دیگه موترهای شخصی نیستن، موترهای وزارت دفاع هستن. بریم طرف بازار، بازار 500 فامیلی رو ببینیم. میوه را ببینیم، نام خورد سیب ببینیم. سیب حالا بسیار ارزان از دوستان عزیز، چون وقتش هست. اما تا چند روز دیگه قیمتاش، تا چند روز نیست، تا چند ماه دیگه شاید قیمتاش به شدت تغییر بخوره. حتی تا سیر 400 500 و 600 افغانی هم نظر به سیب فروخته شد. قیمت رو بریم دوستان عزیز پیش. طرف قصابیاست، کله و پاچه، روغن، هر چی که خواستیم هست. بو کراچی رو دوستان عزیز اینجا بازار اصلی اینجا جور شده. از اینجا یک ویدیوی خلاصه و مختصر دیگه می داشته باشیم دوستان عزیز. جدا از این ویدیو حالا سرک بگذاریم بریم طرف 500 فامیلی. انشالله منتظر از ویدیوی بازار هم باشیم دمی وقتای نزدیک. فاصله چهارک هفتاد افغانی. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوار هستم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه ایتان رو الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب داشته باشین، در بقای حق باشین. الله حافظ و مردگار همه ایتان.